وزارت برهانی امریکا پنتاگون دلگرانی خود درباره ایرشا کده جه آلی ترکیه و آنی زمان گوت پشتی گفن ترکیه وان گرین هفبش لگل هزین سوریا دموکراتیک اسده کم کرنه. بردف که پنتاگون جنرال بات رایت ده کنفرانس که روزنامه‌وانی ده اشکره کرد که بردوامبونا شر یانجی ایرشا که بجایی لدجی هسده و شر وان لدجی داعش بخمه ترسیه و آرامیه کل نافچه هاجی و تیک بده خراب بکه و افجی جهه دلگرانی امریکایه. جنرال امریکی جو ترکیه خواست که آرام به و لایرشا که بجایی نفکره. درباره ترکیه ده هفته بوری داخلیانی وزارت برهانی ده هاتیه گوتن که اپراسیون ترکیه مترسیه بو سر شر دجی داعش چه دکن. گلو تو اپراسیون که دجی داعش لباکور رجلات سوریه هاتیه راوستاندن آنجی وجه هزین خواه گوهرتیه جبر تو باران ترکیه یانجی اگر اپراسیون بجاهی. Yeah, thanks very much, Idris. So right now the de-ISIS mission نها شر دج داعش بردوامه لما گرن هفبش کم کرنه هر وقت داخویانی هفته بورید من آماجه پیدا ام جالوزبون روشل لباکور سوریه عراق و ترکیه گلکی نگرانن لورا ام داخاز دکن لنافچه لسرخوابن بردوامبون ناکوکیان به تایبتی ارشا بجاهی وان دستکفتن به زحمت لدجی داعش هاتنه به دست خستن دخم ترسیه و نارامی جی لنافچه چه دیگه هر واقع که چهاد داخلیانی ده من آماجه پیدا ام اعتراف به نگرانی امنی روای ترکیه دکن درباره کریار تروریستی ده کل ناف سنور به چه دبون هر واقع ام پشگیری هزین سوریه دموکراتیک دکن ده شر دجی داعش ده لورا هویدارن بالا مل سرو گروپا مترسیدار تکدر نآرام و تروریست آب به ناو داعش با درباره ترکیه ده فرماندار حسد راگهاند که اپراسیون بجاهی یا ترکیه نزیکه لی تنوی دمه ریل برده گرتن که اگر گوشار امریکا یا جی روسیای هبه گلو تجیل گل وینر خاندنه و داویو درباره و اپراسیون ده هنگل ترکیه آخوینه امجه اگر اپراسیون بجاهی ترکیه لسوریه نگراننو جاره کدنجی داخاز دکن لسرخوابن از نکارم تخمین بکم که ترکیه وی کاری پیکتینه آننا جاره کدن دبیجم بالا من لسر شکاندنا داعشیه درباری پیوندین لگل ترکیه هف پیمان آمده ام بردوامن ده پیوندیه ده ادی لسر آسا فرمانداری ناوندی یا هزین امریکای به یانجی لسر آستا اپراسیونان به دکارم به یکیش بوته بیجم کو وان نزیکان آستون لگل هفتای خواهی ترک داخوه. General, you mentioned, first of all, thank you for doing this. You mentioned... و آماجه بوی یکی داکو هزین و گرن هبش لگل هسته لسوریه کم کنه او جبر چه؟ گلو او تدبیر نچاری بو پارستنا هزین ونه جبر اگر ایرشا ترکیه یا جبر راوستاندن آن کم کرنا گرن هبش لگل ما. Sure. We have reduced the number of patrols because again we do these بگومان راستیه که ما گرن هفبش کم کرنه جبر وان گران به هفبشی لگل هسته دکن لورا وان هجمارا گرن خواه کم کرنه و افجی وها لمدکه گران کم بکن ما جه هزین خواه نگو هرتیه و بردوامن لسر و یا کو بالا من لسر روبروبونا گفن داعشه با و دوی واریده ما شیانن خواه کم نکرنه لجاره کدن دبیجم ام هویدارن نرمبون هبه و جاره کدن بکاربن و که هفیمانان بالا من لسر گفان مازن با که افجی جنافرنا داعشه the bigger threat at hand here, which is defeating ISIS. Thank you. گلو هنتو آماجه که دبینن که دنزیک ده ترکیه ایرشا که پجایی بکه؟ جاره کدن از نخوازم بچم نوا هورگیلین زانیاری استخباراتی ما راپور روزنامه‌وانی دوی درباره ده دیتنه لی از ناچم نوا تخمینو اگرانده ام هویدارن وی کاری نکن